سلام، امشبم خوش اومدید به یه ویدیوی عجیب و مرموز دیگه. امشب براتون چند تا از عجیب ترین ویدیوهای این هفته رو آماده کردم که قراره که با هم دیگه این ویدیوها رو تماشا کنیم و مثل همیشه در مورد داستانهای پشت پرده های این ویدیوها کلی با هم دیگه صحبت کنیم. پس بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم سراغ ویدیوی اول. ویدیوی اول مربوط میشه به یه نظافتچی یه فرودگاه که زمانی که یه هواپیما توی بان نشسته بود و بعد از اینکه مسافراش پیاده میشن شب، این نظافتچی میره تا داخل هواپیما رو تمیز کنه. اما سکوت و تاریکی اونجا باعث ترس این نظافتچی میشه و کم کم یه جو سنگینی اونجا حکم فرما میشه و اون نظافتچی هم تصمیم میگیره که از داخل اون هواپیما یه ویدیو بگیره. بعدش یه اتفاق عجیبی براش رخ میده که باعث ترس و وحشت اون نظافتچی میشه. Mad cold in here. It's dark. I mean, I know it doesn't look that dark on the camera, but it's dark. Let's go! Let's go! Right, sitting on the back of the plane. And y'all probably think I'm fucking insane. Probably think I'm doing this shit for fame. Think I'm doing this shit for fame. Think I'm doing this shit for fame. ویدیوی دوم که برای خودمم خیلی عجیبه مربوط میشه به یه زنی که توی یه خونه تنها زندگی میکرده که اتاق این دختر مجهز به دوربین مدار بسته بود که بعد از جمع کردن لباسا از روی رختکن اتاقو ترک میکنه. اما تو این اتاق یه اتفاق عجیبی میفته که باعث ترس و وحشت اون دختر میشه. اما فیک بودن یا واقعی بودن این ویدیو رو میسپارم به خودتون. ویدیو سوم مربوط میشه به یه مردی که یه خونه قدیمی و خیلی متروکه توی محل زندگیشون وجود داشت که همیشه محیطی که این خونه داشت و داستانه عجیبی هم که در مورد این خونه میگفتن همیشه نظرش رو به خودش جلب میکرد و کلی درباره این خونه کنجکاو شده بود و خودش تصمیم میگیره که چند شبو توی این خونه سر کنه تا ببینه داستانایی که در مورد این خونه تعریف میکنن حقیقت داره یا که نه. و ویدیویی که از این خونه منتشر میکنه شاید بتونه که نظر شما رو به خودش جلب کنه. 뭐야? 잠깐만. 뭡니까? 왜?
저기 뭐야? 거기 누구인가? ویدیوی آخر مربوط میشه به دوربین مداربسته یه فروشگاه که اتفاقات عجیبی برای پرسنلا و کارمندای این فروشگاه رخ میده. اما یه شب یه اتفاق عجیبی برای یکی از پرسنلای این فروشگاه رخ میده که دوربین مداربسته این فروشگاه میتونه که اون اتفاقو ضبط خودش کنه و اون شخص هم تصمیم میگیره تا این ویدیوی عجیبو توی اینترنت منتشرش کنه. It's putting things away from the box. All right, now watch. I want you guys to focus on this area right here. Okay? Hold on, let me speed this up a bit. They haven't got the first clue on how to use it. All right, watch. If you have the doctrine right and you stow it on a shelf in your closet and do not pull that doctrine out. Boom, you see that? What good does that I'm gonna get back here for you guys to give you a better view. Look at that. And I'm just like tripping, like, what? Okay, but pay attention to this area right here. I can grant that they Watch. they could teach justification correctly. But so what? It's not what I asked you. Is that you?